سخته که رسول الله شب تا صبح از غم من و تو گریه کرده، من و تو امروز ریش فرانسوی بزنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به پاهای نازنین سنگ خورده، با شکم سنگ بسته کرده به خاطر من و تو، به خاطر که من و تو به بهشت بریم، به خاطر که من و تو سرفراز دنیا و آخرت بشیم. اما امروز ما لباس سنت را کنار بگذاریم، لباس یک اروپایی، یک غربی، یک بچه فیلم را به تن کنیم. همین قدر اگر به بهشت هم بریم، به صحرای محشر رسول الله بگم که ای امت من، لباس من همین قدر کم ارزش بود که تو رفتی دنبال یک لباس مسیحی، یک لباس یهودی، یا ای زن مسلمان، ای دختر مسلمان، تو که دختر ما بودی، فرزند ما بودی، چرا لباس فاطمه را انتخاب نکردی؟ چرا لباس عایشه را انتخاب نکردی؟ رفتی یک لباس اروپایی و هندی و اینها. به همون جا به صحرای محشر چقدر انسان شرمنده میشه.